ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سوره مؤمنون شروع میشه. سوره را به نام مؤمنون یاد میکنه چون تذکر یا داوری از مؤمنا شده. البته مؤمنای تذکیری نه، اون مؤمنایی که دارنده صفاتی که در اینجا الله متعال بیان میکنه، چون این مؤمنا قابل قدر و قیمت است به نزد الله متعال. کل سورت به این نامگذاری کرده. این سورت 74م سورت است در نزول خود که قبل از سوره سجده و بعد سوره انبیا نازل شده. ارتباط این سورت قط ما قبل در آخر سوره امر به فلاح شده بود. الله متعال امر کرده بود که رستگاری حاصل کنیم. البته او رستگاری تعلق به دنیا داشت. در اینجا الله متعال اسباب رستگاری یا در مقصد رسیدن آخرت بیان میکنه. یا است که در سوره ما قبل الله رد بالای شرک کرده بود در تحلیل و تحریم که کسی چیزی را حلال و حرام از خود کرده نمیتونه. در اینجا الله متعال رد میکنه بالای شرک در برکات. یکی از جمله شرکی که دو قسم شرک ما داریم، یکی شرک عقیدوی، دوم شرک فعلی. از جمله شرکای فعلی اینمی شرک در تبرک است. برکت دهنده الله متعال است، کسی دیگر برکت دادن نمیتونه. از او خاطر در قرآن کریم تبارک الذی بیده الملک این کلمه ذکر میشه. برکت دهنده الله متعال است، اما در چیزی که برکت انداخته شده او چیزای زیاد در قرآن کریم ذکر شده. قرآن مبارک است، لیلة القدر مبارک است، باران مبارک گفته شده، شجره زیتونه یعنی درخت زیتون مبارک گفته شده. یعنی چیزایی را که الله در او برکت انداخته، خیر کثیر انداخته، از او منفعت زیاد گرفته میشه، او چیزا مبارک است. اما دهنده برکت تنها و تنها الله متعال است، کسی دیگری شدن نمیتونه. موضوع یا دعوای صورت رد بالای شرک در برکات است. البته این برکات به 6 قسم دلایل رد میکنه و 6 دلیل عقلی را در اول و 6 دلیل هم در آخر سوره الله ذکر میکنه. ابتدای سورت توسط بیان بعض صفاتی که مناسب است برای مؤمنا و یقینا مؤمن واقعی جور میشه و امو مؤمنی که الله متعال کدام وعدای خود در قرآن کریم بیان کرده و مستحق از او وعدا میگرده، اونو مؤمنا را الله متعال در اینجا معرفی میکنه. از امو خاطر است که در اول نتیجه یا ثمره امی مؤمن بیان میکنه قبل از اینکه صفات یا مشخصات مؤمن بیان کنه. این صورت فضیلت خیلی زیاد داره. در یک حدیث میاد در ترمذی که پیغمبر علیه الصلاة و السلام وقتی که این صورت نازل شده بود دعا کرده بود که اللهم زدنا ولا تنقصنا و اکرمنا ولا تهنا و اعطنا ولا تحرمنا و آثرنا ولا تؤثر علينا و اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وارض عنا وارضنا. این دعا را کرده بود و بعد از گفته بود که سرمت ده آیت نازل شده اگر کسی به او عمل بکنه داخل جنت میشه. این تنها نه که در حدیث ذکر شده، خود قرآن امی گپ واضح میسازه که فلاح برای مؤمنا حاصل است. فلاح میگه کامیابی و رستگاری را، تمام مراد انسان پوره شوه، هیچ نوع از هیچ ناحیه تو احساس خطر نداشته باشی، این را فلاح میگه. البته فلاح دو قسم است، که دنیوی که اخروی. فلاح دنیوی است که انسان تمام اسباب و وسایل زندگیش پوره شوه و هیچ نوع تکلیف نباشه و خلاف مرادش کدام چیزی واقع نشوه، این را فلاح دنیوی میگه. فلاح اخروی این را میگه که الله متعال داخل جنت بکنه، رضامندی خود اعلان بکنه، این را فلاح اخروی میگه. الله متعال اول امی فلاح بیان میکنه، قد افلح المؤمنون، رستگار و کامیاب شد مؤمنا. قد برای تحقیق است، از این معلوم میشه هنگام تحقق صفات، یعنی وقتی که صفات در یک مؤمن پیدا شوه فلاح خامخواه حاصل است. ولی صفات طوری است که یقینا اگر یک انسان مؤمن صفات را در زندگی خود تطبیق بکنه و یقینا این صفات درش موجود شوه، کامیابی دنیا و آخرت بدون شک برش حاصل میشه. کدام مؤمنا رستگار است؟ همین مؤمنای فعلی که محض تذکره نامش مؤمن نوشته شده، یا مؤمنای میراثی که از پدر فقط مؤمن باقی مانده، تنها یک نماز خوانده نمیشناسه، دیگه هیچ نوع معلومات در مورد ایمان نداره. کدام مؤمنا؟
الله متعال از او خاطر مشخص میکنه. این درس عظیم شد برای ما که هر قدر افتخارات یا هر قدر اجرا یا ثوابایی که در قرآن کریم برای مؤمنان ذکر میشه مطلق مؤمن نیست، بلکه مؤمنای کامل است. مؤمنای کامل اونمو را میگه که دارنده صفاتی که فعلا در اینجا ذکر میشه این صفات دارا باشه. در اول در مؤمنون اشاره به ایسته که اصل مدار تمام اعمال هم ایمان است. اگر ایمان نباشه هر قدر اعمال نیک کسی داشته باشه باز قابل افتخار و قابل مرتبه و منزلت نیست، بلکه منزلت و مرتبه برای کسی حاصل است که مدار و محور اعمال که ایمان است او را داشته باشه، یعنی عقیده صحیح و ثابت و سالمی که قرآن بیان کرده او عقیده را دارا باشه. خب بعد از او اعمال در وجود خود پیدا کرده باشه. کدام مردم است؟ مؤمنای واقعی، الذین و رستگار است، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اما مردمایی که در نماز خود خاشع هستند، فروتنی میکنه، عاجزی میکنه، اینطور یک خشیت در قلبش پیدا شده، عظمت الله را شناخته، از صفات الله معلومات کافی داره، باور کامل داره، زمانی که در این عبادت الله مشغول میشه اینطور یک حالت در وجودش پیدا شده که او حالت اثر انداخته بالای اعضای ظاهری هم و کل وجودش متوجه الله متعال شده. نماز باید امیر رقم باشه، اگر این صفتا را نداشته باشه نماز نیست. نمازی که الله متعال بیان کرده که من از فحشا و منکرات میکنه امین نماز است. زمانی که خشوع پیدا شوه و تو یقینا کل توجهت طرف الله و برابر کنی و تعلقات و روابط دیگر را مکمل ترک بکنی، از امو خاطر روح نماز خشوع است. پس در اینجا اشاره به ایسته که محض الفاظ گفتن در نماز یا نعوذ بالله یک کالبد نماز انسان جور بکنه و روح نداشته باشه، در او امیطور یک حالت بر انسان موجود نباشه، او محض یک صورت و حرکات پوچ و خالی میشه، یعنی او دارنده امون ثوابا یا منزلتایی که الله بیان کرده برش حاصل نمیشه. از او خاطر است که مؤمن زیاد خرج بکنه سر موضوع که نمازش بسیار مطمئن و آرام، بسیار با توجه کامل به سوی الله باشه. پیغمبر علیه السلام اسبابی که خلل در نماز پیدا میکرد مکمل از بین میبرد، حتی یک چپنی که نقشایش او را یک کمی توجهش برش پیدا شد امو چپن هم از وجود خود بیرون کرده. پس از او خاطر است که مسلمان ها از حقیقت نماز آگاهی نداره، مسجدهای خود در میرابش یک قدر شاهکاری ها و گلکاری ها میکنه که تمام نمازگزارا توجهش طرف پیشروی مسجد می باشه. مساجد مسلمان ها پیشرویش بالکل ساده، هیچ چیز نمی باشه، نه کلمات نوشته، نه نقش و نگار، نه گلکاری های، به خاطر که توجه مؤمن طرف از او میشه و به خاطر ازی که فکر انسان جمع باشه، پراگنده متردد نباشه. پیغمبر علیه السلام ستره را فرض کرده، هر انسانی که نماز میخوانه خصوصا که در پیش رویش چیزی نباشه باید ستره را بگذاره، ستره ماندن فرض است. خود تاسف است این موضوع آنقدر مردم از پیشش غافل است که علما هم از این آگاهی نداره. در اینجا که هر کس در جای که استاد شد نمیگه که ما پیش روی برم نزدیک کنم خود در ستره، در دیوار، در ستون، در این گپا، به خاطر که فکر انسان جمع شوه. توسط ماندن ستره فکر انسان جمع میشه. اینجاست که علما محدثین کرام اسبابی که سبب خشوع انسان بشه او را ذکر میکنه. هر مؤمن باید این گپا را بدانه. اولین چیزی که سبب خشوع یعنی خشوع را در قلب انسان پیدا میکنه اعتقاد کامل، شناخت و معرفت صفات الله متعال است. وقتی انسان باور داشته باشه که الله ما در پیشش استاد هستم و مرا میبینه، ما لااقل خود توی تو نماز باید بخوانی که مثل او را ببینی، اگر تو نمیبینی او خود تو را میبینه. یک عسکر در پیش صاحب منصب خود وقتی استاد میشه ابی ترسی هیچ فکر خود نظر خود این طرف او طرف نمیکنه. از امو خاطر است هر انسان که در پیش یک شخصی که قابل احترام و تعظیم است برش استاد میشه و آنقدر عاجزی برای از او میکنه که با مجرد فرمان از او گپی از او را در زمین نمیگذاره. به نزد خالق و مالک و متصرف خود الله متعال وقتی انسان استاد میشه باید چه قسم باشه. از او خاطر روحی نماز خشوع است. اما این خشوع اگر از ابتدا تا انتها را به کسی میسر شود الا ماشاء الله بسیار گپ دور است. خلا اقل کمترین خشوع تا آخری نماز برای انسان باید پیدا شود. چرا اگر تا آخر هم پیدا نشد
دیگه این نماز نیسته. خود تأسف است که یکی از اسباب خشوع هم بسیار به تأمل و تمانیه نماز خواندن است. ما نمازهای ما کلش به اعتبار چی است؟ جلتی و شتاب زده است. رکوع، قومه، جلسه همه خشوع از کجا پیدا شود؟ از امو خاطر است که شما میبینی که نمازهای ما نماز نیست. الله متعال هیچ دعای ما را قبول نمیکنه. علتش است که خشوع وجود نداره. اولین صفت مؤمن است که در نماز خشوع میکنه. نماز یکی از جمله عبادت های است که نمایندگی از اصل عقیده و ایمان واقعی تو میکنه که تو راستی مؤمن واقعی است یا نه. از همون خاطر ابتدای صفت های مؤمنای واقعی را به نماز که خشوع در نماز است، این را عبارت از درون نماز میگه و آخرش هم محافظت از نماز است که عبارت از مسائل خارجی نماز است. ختم میکنه صفات مؤمنا را. والذین هم عن اللغو معرضون، مؤمنایی که فلاح برش حاصل است الله متعال اعلان کرده، او کسانی است که از لغو، آن چیزی که فایده با ارزش نداره، مرتب نمیشه سر یک عمل، کدام فایده از او اعراض کننده هست. مؤمن تمام برنامه، حرکت، گفتار و کردارش مکمل مفید و ثمر بخش است. هیچگاه قدم بالا نمیکنه در این طور یک کاری که او ثمره نداشته باشه. اینم اینجا مشخص میشه صفت مؤمن. مؤمن او کسی است که در دنبال عمل احسن است، در دنبال از این نیست مطلق عمل انجام بده، بلکه تلاش میکنه که عملم دیگه هم زیبا شود. الله متعال از ما مطالبه عمل احسن کرده. از همون خاطر مؤمن در صدد انجام عمل احسن باشه. تأسف است که وقتی قرآنی مطالبه از ما میکنه و الله متعال این گپا بر ما میگه ولی ما بسیار غافل هستیم. مردم میگه موسیقی حلال است یا حرام است، هنوزم مجادله امرای تو میکنه. اگر تو مؤمن واقعی باشی بس است، ضرورت به یک دلیل دیگر نیست که تو صراحتا یک کلمه را برای حرمت موسیقی پیدا کنی یا نکنی. امی آیت برات بس است. صفت مؤمن واقعی است که از لغو اعراض میکنه، روگردانی میکنه، هیچگاه این طور عمل دست نمیزنه که او مفید و ثمر بخش نباشه، بیهوده باشه، سری از او فایده با ارزش مرتب نمیشه. این شان مؤمن است، این خاصیت مؤمن است، مشخصات مؤمن واقعی است. چطور شده میتونه که اگه انسان اعضای که الله برش بخشش کرده توسط ازی باید برای خود کمایی آخرت بکنه، برای خود جهنم بخره؟ چی؟ من موسیقی را دوست دارم، این غذای روح است. این کلش تسویل شیطانی است، وسوسه های شیطانی است. اما تعجب با است که ملا میخیزد دفاع از موسیقی میکنه. چرا؟ دفاع ازی خاطر میکنه که چیست؟ قرضاوی صاحب الله عمرش دراز کنه خدایی مسئله خطا شده. او گفته که موسیقی دو قسم است، یک قسم موسیقی که شهوت تحریک نمیکنه او پروا نداره، اما موسیقی که شهوت تحریک میکنه او حرام است. این تقسیمات در حدیث نامده. ما موسیقی که مطلقاً ولو شهوت تحریک نکنه لغو گفته میشه، عمل بیهوده است، ثمر نداره. آیت قرآن این را مکمل صراحتا رد میکنه. اینجا مراد از لغو اگر عمل قول است، اگر فعل است، کلش شامل میشه. پس از او خاطر چیزای بیهوده، شرک، بدعت، رسم و رواجای کمرشکن، فسق و فجور، کلش در این داخل است. مؤمن واقعی است که از کلی از یا خودداری میکنه، یک طرفه میشه. سوم صفتش والذین هم للزکات فاعلون، مؤمنای واقعی و کسایی است که برای زکات این کار انجام میده. در زکات مفسرین اختلاف داره که مراد زکات همی زکاتی است که ما از مال خود وقتی در نصاب برسه و یک حصه معینی را میپردازیم، همی زکات است. یک تعداد به این قائل نیست، میگی زکات نیست. چرا؟ سوره مکی است و در مکه زکات نبوده. لیکن این گپ صحیح نیست. فرضیت زکات در مکه شده، اما تحدید نصاب زکات و تفصیل زکات ای در مدینه منوره زمانی که حکومت اسلامی برقرار شده، بعد از اونجا بیان شده. اصل فرضیت در مکه بوده. از او خاطر قبل از اینکه سری امی موضوع یا حکم الله عمل شود، الله به طریق مقدمه و ذهن نشانی که در ذهن بنشینه مسئله زکات حتی در مکه هم بیان میکرد، به خاطر که روزی تطبیقش مردم در ذهنش باشه که یوم یکی از فرایض الله متعال است. مال بر انسان خیلی محبوب می باشه. زمانی که یک دم از پیش آدم مطالبه میکنه کسی، بسیار دل آدم نمیشه که او را بپردازه. از او خاطر الله در مکه فرض به خاطر کرده بود که مردم ذهن سازی شود. یک تعداد مفسرین مراد از زکات مطلق تزکیه را میگیره، بنابر از اینکه میگه صورت مکی است و او زکات در اونجا نبوده. تزکیه دیگه شامل
عقیده میشه، عمل میشه، اخلاق میشه، هر نوع پاکی را میگه. و ایرا اینطور نمیکنه که یک مرتبه فاعلون ایرا عمل کرد خود میسازه. عمل کرد انسان تزکیه است. عقیده خودت پاکسازی کرده رایسته، قدم پیش میمانه که عقیده پاک شوه. عمل خود پاکسازی کرده رایسته، روز به روز در عملش تغییر میه و خوب شده میره، اخلاقش خوب شده میره. مؤمن واقعی ویسته که روز به روز در عمرش تغییر بیا، در اخلاقش تغییر بیا، در عمل کردش تغییر بیا، در عقیدهش تغییر بیا. اینطور نباشه که عقیده سابقش از آیندهش کرده خوبتر باشه، نه، آینده بعد از سابق کرده خوبتر باشه، چرا که پیشرفت میکنه، معلومات برش حاصل میشه. پس اینجا مراد از زکات تزکیه هم گرفته میشه، هر دور شامل میشه، هیچ منافاتی نداره. خو یک از صفات مؤمن است که حصه‌ای که الله در مالش مقرر کرده اورم بدون کدام انتقاد اعتراض، بدون ترشرویی، بدون از اینکه در قلبش نفرت یا است نعوذ بالله تصور بیگار پیدا شوه یا بوج پیدا شوه، به کمال اطمینان و خوشحالی امی حصه مال می پردازه. یا است که در صدد تزکیه خود است، هر دو درست است. والذین، چهارم صفت، هم لفروجهم حافظون. بله، مؤمنای واقعی کسانی است که شرمگاه های خود مکمل حفاظت میکنه. حفاظت شرمگاه ها دو قسم است، یکی است که به مردم نشان نمیده، در ملأ عام همونطور در جایی که بیننده موجود است، یا برهنه نمیکنه. امروز این حالت ها از بین رفته، صرف به خاطر یک معیار پوشالی و نعوذ بالله بی اساس و کونه که مسابقه ورزشی است، مردم عورتای خود لوچ کرده رایست میدان ها. این مسلمان ها باید بدانه چی؟ تو هم یک در والیبال کامیاب شدی، در فوتبال کامیاب شدی، این چی است؟ همین تو در فوتبال کامیاب شدی چی افتخاری است؟ تو باید در تیر زدن کامیاب شوی، در آب بازی کامیاب شوی، در پهلوانی کامیاب شوی، در اینکه چه قسم در مسابقه های ذهنی کامیاب شوی، در مسابقه های تکنیکی کامیاب شوی، در صنعت کامیاب شوی. در این مسائلی که دنیای کفر در مقابل تو ساخته رایسته و تو دست خالی هستی، در اینجا تو مسابقه بکو کامیاب شو. افسوس است ملت ها و دولت ها به این توجه نمیکنه، بجز از اینکه وقت ضایع. امروز حالی بچهای جوانی ما در رمضان مبارک میبینی که دشتا پر است، دویدن است. این جوانا بجای از اینکه بعد از دیگر بشینه قرآن بخونه، تفسیر بخونه، حدیث بخونه، فکر بکنه در سری حالات خود، لااقل یک کمک امرای خانواده خود بکنه، نمازش قضا، عورتش برهنه، برد و باختش جنگ هم میشه، گاهی اوقات حتی زدن و کندن میشه. این یک افتخاراتی نعوذ بالله به اساس خیالی است. بله، یک چند روز خو امو کسایی که دنبال امی بیهودگری میگرده، اگر پارلمان است، اگر حکومت است، تو را یک کمی ارزش میده، گاهی برات زمین میده، گاهی برات پول وعده میکنه، خوش هستی که ما مدال بردیم، اما این مدالا به درد نمیخوره. سبب زیای اوقات است مومن در این چیزا خود مصروف نمیکنه. پیغمبر صحابه را تمرین جهاد میداد. مومن او کسی است، افتخار او کسی کمایی میکنه که دفاع از دین خود میتونه دفاع. بله، یک افتخار، ولا فلانی دولت برد شه، این افتخار به افغانستان آورد. چی افتخار است برای افغانستان؟ کدام دردی ما دوا میشه؟ چی کرده؟ هیچ افتخاری برای افغانستان نیست، و جز از اینکه مردم هم مصروف میکنه. این یک پروسه بزرگ است برای از استعمار که مردم ما را مصروف امی گپا بسازه و آن چیزی که حقیقت داره، واقعیت داره، از او رو گردان کنه. امی جوان کلاشینکوف فیر نمیتونه، امی جوان اسب سوار شده نمیتونه، امی جوان دکو بالا شده نمیتونه. چرا؟ به خاطر از اینکه دیرمی کارا مصروف کرده شه. منظور میسته که این مردم ها برهنه، عورتایش برهنه و کل مردم برش مشاهده میکنه. تعجب خود دریسته که تاسف است که مؤمن در خانه خود تلویزیون غیر از امی اموری ورزشی دیگه چیزام نمیگیره، و همون کفاری که نعوذ بالله با اعضای خیلی خشن خود، با اعضای غلطی خود نعوذ بالله نمایان میشه، زن دخترش نشسته است او را میبینه، چک چک میکنه، هی برش خوشی میکنه. به الله چی جواب میگی؟ این آیت پیج قبلی والذین هم عن اللغو معرضون، این چی فایده داره؟ مؤمن افسوس است که با این کتاب الله متعال ما جفا کردیم، این کتاب الله را نخواندیم و نفهمیدیم که ما باید چی بکنیم. با زن و دخترت نشسته استی، عورتهای برهنه کفار دیده رایستی، خوش استی که ما چیست؟ مقابله را سیکده رایستیم. مقابله کجاست؟ چی است؟ شرمگاه ها حفاظت شود. دوم امر حفاظت شرمگاه ها
در جای غلط استفاده و استعمال نشود. الله متعال هر قوتی را که در وجود انسان گذاشته، امو نیازمندی و احتیاجات الله از رای مشروع و حلال هم پوره کرده.